روز 2 فوریه بارون فیض‌اللهیف روزنامه‌نگار گروه رسانه‌های آزیا پلوس در ولایت سوخت در سن 60 از عالم چشم پوشید. او همگی 2 روز پیش از مرگش 31 ینور به سن 60 رسید، ولی متاسفانه این جشن آخرین زندگی بارون فیض‌اللهیف به روزهای راست آمد که او در بستر بیماری با مرگ مبارزه می‌برد. ژورنالیست شناخته نعمت میرسیدوف خبر داد که مراسم وداع با بارون فیض‌اللهیف روز 3 فوریه وقت نماز پیشین در کوچه پروامایسکای شهر بوستان برگزار می شود. آزیا پلوس خبر داد که بارون مدت زیاده از 1 ماه در بیمارخانه شهر بوستان ولایت بستری و 2 بار جراحی شد، لیکن بیماری او را از عالم ربود. بارون فیض‌اللهیف شعبه زبان عربی رشته شرقشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرد. سالهای 80 چند سال در لیبیا به حیث ترجمان کار کرده است. بعد بازگشت به وطن او به ژورنالیستیک پیوست و چند سال در رادیو، سپس در خبرگزاری ورارود و طرحهای سازمان ملل و سالهای اخیر در آزیا پلوس کار میکرد. بارون فیض‌اللهیف روزنامه‌نگار صاحب تجربه و کارشناس و مشاور اوید به مسائل سرحدی، دوست صادق و حمایتگر و غمخوار بود. هیئت کارمندان گروه رسانه‌های آزیا پلوس و حال جامعه روزنامه‌نگاری تاجیکستان به نزدیکان و پیوندان مرحوم همدردی عمیق اظهار داشته به آنها از درگاه خداوند صبر جمیل می‌طلبند، نوشته است اداره آزیا پلوس در سوگنامه‌اش در مرگ همکار خود.